سلام دوستان، بریم برای قسمت دوم اکسل خودروی پژو 405 و سمن. همونطور که تو قسمت اول دیدیم ما نحوه باز کردن اکسل رو جز به جز رو براتون توضیح دادیم و نشون دادیم که چجوری باید اکسل رو باز کنیم و اندازه گیری اون رو دقیق انجام بدید تا براتون موقع بستن مشکلی پیش نیاد. خب دوستانی که قسمت اول رو ندیدن اول برن اون قسمت رو ببینن و بعد بیان سراغ ویدیوی دوم. بریم برای جمع کردن اکسل. خب دوستان، قبل از اینکه اکسل رو بخوایم جمع کنیم یه اکسل دیگه ما باز کردیم، خواستم این رو هم ببینید. وقتی عقب ماشین صدا میده حتما سریع مراجعه کنید و اقدام به باز کردن اکسل کنید تا این مشکل براتون پیش نیاد که مجبور نشید اکسل رو مثل این ماشین کامل بازش کنید. همونطور که می‌بینید میل ژامبون ها کامل خراب شده و وقتی میل ژامبون نو با کهنه رو مقایسه میکنید متوجه شدت خرابیش میشید. این میل ژامبونی که میبینید خراب شده دیگه قابل استفاده نیستش و با تعویض بولورینگ دیگه جواب نمیده و به همین دلیل اکسل کامل اومده پایین تا بره تراشکاری و میل ژامبون ها عوض بشه و هزینه‌ش هم خب بیشتر شده دیگه نسبت به تعویض بولورینگ. خب دوستان، اون بازویی که بهتون گفتم خراب بود آوردیم تراشکاری. یه گوشهایی از ترمیم این بازویی رو میبینیم. این بازویی به این صورت اونجایی که رول برینگ ها خرابشون کرده بود باید به این صورت تراش بخوره و بعدش بوش بخوره تا بتونیم جای بول برینگ رو درست کنیم و بول برینگ عمرش پایین نیاد. اگر همچین مشکلی براتون پیش اومد باید به وسیله تراشکار درست بشه. خب بعد از اینکه ترمیمش کردیم میایم داخلشو همونطور که توی قسمت اول بهتون گفتم کامل با بنزین و کهنه تمیز میشوریمش و به این صورت گریسکاری میکنیم داخل بازویی رو تا بعدش بتونیم بول برینگ ها رو جا بزنیم. قبل از اینکه بول برینگ بیرونی رو بخوایم جا بزنیم به این صورت یه مقدار گریس داخلش میزنیم و با یه نبشی و یا یه فنر عقب پیکان، دوستان این فنر عقب پیکان هستش که به این صورت بریده شده و به همین راحتی بول برینگ رو جا میزنیم و نیازی هم به تراشکاری نیستش. این از بول برینگ بیرونی. میزان داخل رفتگیش هم میبینید تقریبا لب به لب با بازویی. خب دوستان، بعد اینکه بول برینگ ها رو جا زدیم به این صورت باید بازویی روی ژامبون ها قرار بگیره. برای جا زدنش هم به همین صورت دوستان وقتی بول برینگ راحت روی لبه میل ژامبون قرار بگیره با چند ضربه چکش بول برینگ داخل میره. خب دوستان، زمانی که بازویی رو جا میزنید باید حتما بازویی رو عقب جلو کنید که ببینید روون هستش یا نه، یعنی بازویی نباید گیر باشه. اگه گیر باشه یعنی یه مشکلی توی بول برینگ ها و یا میل ژامبون هستش. حتما تا آخر که ضربه میزنید به همین صورت بالا پایینش کنید تا از روان بودن بازویی مطمئن بشید. به این صورت دوستان. خب دوستان، همونطور که بازویی سمت شاگرد رو جا زدیم سمت راننده هم به همین صورت بازویی رو جا میزنیم. فقط حواستون باشه روی این بول برینگ ها ضربه نزنید موقع جا زدن چون خیلی ظریف هستن، امکان داره بول برینگ بشکنه و یا اون رول های داخلش بریزه. و وقتی بازویی رو جا زدید به این صورت بازویی باید روون باشه و بازی کنه. بازویی سمت راننده هم همینطور، سمت شاگرد و به همین صورت باید روون باشه و بازی بکنه. میزان قرارگیری بول برینگ داخلی هم به این صورت هستش، تقریبا باید چسبیده باشه. و حالا میریم سراغ جا زدن میله بلند اکسل. خب میله بلند اکسل یه نکته داره که اینجا توی تصویر بهتون میگم. این جای شیاری که روی میله هستش باید حتما وسط بازویی قرار بگیره. حالا اونجا هم بهتون میگم این جای خاری هم که میبینید برای پیچ هستش که پیچ از اونجا به راحتی رد بشه. وقتی خار رو تنظیم بندازید پیچ به راحتی بسته میشه. حالا توی ادامه بهتون میگم. خب دوستان،
میل رو به این صورت تنظیم میکنید. توی اون قسمت هم باید یه نفر دیگه هم بازویی رو نگه داره و به این صورت شما بازویی رو جا بزنید. خب این جا زدن این میله یه نکته‌ای داره که میخوام توی ادامه بهتون بگم. وقتی میله رو جا زدید، این خاری هم که روی میله هستش باید به این صورت روبروی چاک بازویی قرار بگیره. دوستان به این صورت، حالا با فلش هم بهتون نشون میدم، این خار روی میله باید روبروی اون چاک بازویی باشه تا اون پیچ 16ی که نگه دارنده این میله هستش به راحتی و با دست بسته بشه. وقتی به راحتی و با دست بسته بشه نشون میده که این میله الان سر جاش هستش و میزونه، یعنی جاخوار قشنگ سر جای خودش قرار گرفته. به این صورت دوستان نگاه کنید، این یعنی الان این میله درسته. حالا بعد از اینکه میله رو جا زدیم، ارتفاع هر دو سمت رو میگیریم. باید ارتفاع هر دو سمت یکی باشه. اگر یکی باشه یعنی اینکه هم کار شما درست بوده و همین که میله بزرگ سالم هستش، یعنی هیچ پیچشی نداره. و بعد از اینکه ارتفاع رو زدیم، هر دو سمت تقریبا 48 هستش. حالا اگر بخواید ارتفاع رو بیارید بالاتر، باید یه مقدار این بازویی رو به سمت پایین فشار بدید و بعد دومی میله رو جا بزنید. خب از سمت شاگرد شروع میکنیم. این میله رو به این صورت جا میزنید تا ببینیم ارتفاع این سمت چقدر در میاد. حالا ما میخوایم این ماشین رو تقریبا 1 سانتی ارتفاعش رو بیاریم بالاتر. به این صورت بعد یه مقدار بازویی رو به سمت پایین فشار بدید و بعد میله رو جا بزنید. حالا میله رو به اندازه کافی داخل جا میزنیم تا بتونیم واشرها رو هم ببندیم. واشرها هم حتما یادتون باشه که ببندید. و بعد از اینکه میله رو جا زدیم، ارتفاع میگیریم. ارتفاع تقریبا تا لبه گلگیر 49 هستش. قسمت سمت راننده رو باید به همین صورت 49 بگیریم. حالا از سمت راننده رو اگه تونستید نیم سانتم بالاتر بگیرید هیچ ایرادی نداره، چون سمت راننده همیشه وزنش بیشتر از سمت شاگرد هستش و ثابت هستش. خب بعد از اینکه میله ها رو جا زدیم، میریم سراغ بستن پیچ‌های نگهدارنده لوله روغن ترمز و ABS و همچنین این پیچ 16 نگهدارنده میله ارتفاع. خب دوستان یه نکته بهتون بگم راجع به این سنسور ABS. قبل از اینکه سنسور ABS رو ببندید، حتما این سنسور رو تمیز کنید تا عملکرد خوبی روی ماشین داشته باشه. خب دوستان یه چیزی که الان به چشمم خوردش، این خرابی بوش کمک هستش. حتما موقعی که اکسل رو باز میکنید ببینید این بوش چقدر لق هستش. این خودش توی دست انداز کلی لق لق صدا میده، پس حتما این رو هم دقت کنید. خب ما سنسور ABS رو به این صورت کاملا تمیز کردیم. اون جای حسگری که روی دنده قرار میگیره رو کامل تمیز کردیم. حتما شما این کار رو انجام بدید. بعد از بستن پیچ و مهره های نگهدارنده لوله روغن ترمز و همچنین این پیچ 16 نگهدارنده میله اکسل، تقریبا کار اکسل ما رو به پایان هستش. میریم سراغ بستن لوله روغن ترمز. توی بستن این لوله حتما خیلی دقت کنید که لوله شل نباشه، یه موقع ترمز خالی نکنید و خطرناک نباشه موقع براتون. سنسور ABS تون هم میبندید. برای جا زدن این واشر حتما باید جای این واشر که روی بازویی قرار داره با چاقو تمیز کنید. به این صورت دوستان باید اون گلایی که داخل این جای واشر قرار گرفته به این صورت کاملا خارج کنید تا واشر بتونه سر جای خودش قرار بگیره. حالا واشر بالا یا پایین فرقی نمیکنه، فقط باید جاش تمیز باشه. به این صورت دوستان ببینید ما جاش رو تمیز کردیم و واشر رو جا زدیم به سمت بالا و پیچ ستاره‌ای شو که شماره T40 هستش رو میبندیم. به این صورت فقط باید محکم ببندید. توی هر 4 تا میله هم که باید این پیچ و واشر حتما بسته باشه، یعنی هر دو سر میله ها باید این پیچ و واشر رو ببندید. بعضیا این پیچ و واشر رو فقط توی یه طرفش میبندن، ولی شما سعی کنید تو 4 طرفش حتما ببندید که چرخاتون میزون بشه. خب دوستان برای بستن کمک هم باید زیر این طبق جک بزنید به این صورت تا بازویتون بالا بیاد و بتونید کمک رو جا بزنید. توی ماشینایی که ارتفاع دارن، یعنی ماشینشون ارتفاع پایین هستش، معمولا نیاز به جک زدن نیستش، ولی اون ماشینایی که
شوتی هستن و ارتفاعشون تقریبا بالا هستش، باید حتما جک بزنید تا بازوی بالا بیاد و بتونید کمک رو به این صورتی که می‌بینید جا بزنید. بعد از اینکه بازوی بالا اومد کمک رو میکشید و به این صورت پیچش رو جا میزنید به همین راحتی. خب دوستان، اگه از این ویدیو خوشتون اومد خواهش میکنم اول ویدیو رو لایک کنید و بعد برای دوستاتون بفرستید و ممنون میشم که کانال من رو سابسکرایب کنید و بقیه ویدیویی که داخل کانالم هست رو ببینید.